چه خدای خوبیه، میبینه ستاری میکنه. اونایی که ندیدن میخوان برای ما بتراشن، اونایی که ندیدن میخوان ما رو قضاوت کنن و بگن بده، اما دیده. بازم میگه پشت سر بنده من غیبت نکن. این مثل این کرکس صفتیه، این مردارخوریه. غیبت لاشخور صفتیه. من دوست ندارم این صفتو. پشت سر بنده چرا غیبت میکنی؟ راست گفتم این عیب توش بود. راست گفتی غیبته، اگه راست نمیگفتی چی بود؟ تهمت بود. عیب راست بنده منم نباید بگی. بنده منو طعنه به گناهی که کرده و ازش توبه کرده نباید بزنی. با من جرم کرده، تو چرا پشت سرش بد میگی، طعنه میزنی؟ ما گناه کردیم، او داره از آبروی ما دفاع میکنه. ما بی وفایی کردیم، او طالب وفاست.